سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم که اولین بخش یادگیری هر نوع سازی که بخوایم یاد بگیریم رو بهتون توضیح بدم، یعنی نوت. اما ما امروز اومدیم فقط نوت های گیتار رو توضیح بدیم. نوت ها روی خطی به اسم خط حامل قرار دارن که اسمش به خودشه، خط حمل کننده نوت ها در واقع، که 5 خطه، همین 5 خطی که بالا میبینید. اولین نوت سوله که بالای خط پنجم قرار داره که همون این که میشه همون بالای خط پنجم قرار داره. نوت بعد فا که روی خط پنجم قرار داره. بعدی نوت می که بین خط پنجم و چهارم قرار داره. بعدی ر که روی خط چهارم قرار داره. بعدی دو که بین خط چهارم و سوم قرار داره. بعدی نوت سی که روی خط سوم قرار داره. بعدی نوت لا که بین خط سوم و دوم قرار داره و آخرین نوت سول که روی خط دوم قرار داره. این نوت های سه سیم اول گیتارن، یعنی همون سه سیم پلاستیکی. اینا بدونید که سیم های گیتار از پایین به بالا شمرده میشن، یعنی اولین سیمی که شمرده میشه سیم های پلاستیکی هن، بعد به فلزی ها میریم. خب حالا جای این نوت ها روی دسته گیتار کجا هن؟ خب این بخش پایینی که ببینید 6 سیم گیتار رو من کشیدم، حالا یه ذره بعد کشیدم و خطایی که صافن و رو به پایین اومدن سیم های گیتارن و اونایی که خلاف جهتشون اومدن فرت های گیتارن. خب فا که میشه دقیقاً روی خط پنجم سیم اول فرت اول قرار داره. سول که میشه بالای خط پنجم اون فرت سوم سیم اول قرار داره و نوت می دستباز سیم یکی. یعنی چی دستباز؟ یعنی هیچ سیمی رو ما نگه نمیداریم و خود اون سیمو به تنهایی که فشار میدیم یعنی میزنیم باهاش صدای می میده، خود نوت میه. خب نوت بعد نوت دو که سیم دوم فرت اول نوت دوه که بین خط چهارم و سوم بود. بعدی نوت ر که سیم دوم فرت سوم بود که اون روی خط چهارم بود در خطای حامل. و بعدی هم نوت سی باز هم دستباز میزنیم که همون سیم دو رو دستباز با تنهایی میزنیم، میشه نوت سی. خب نوت لا سیم سوم و فرت دوم میشه سیم لا که بین خط سوم و دوم قرار داشت بر روی خطای حامل. خب نوت سول هم دستباز سیم سه که روی خط دو قرار داشت داخل خطای حامل، روی دسته گیتار سیم سوم دستباز اجراش کنیم، میشه نوت سول. ممنونم که ویدیوهای منو لایک میکنی. اگر دوست داشتی با سازها بیشتر آشنا باشی حتما چنل منو سابسکرایب کن.